شماره 10 سیتروئن آمی. سیتروئن آمی یه ماشین برقی کوچیکه که بیشتر شبیه اسباب بازیه تا خودرو. طولش فقط 2 متر و 41 سانتی متره، یعنی تقریباً به اندازه 2 صندلی اداری. سرعت نهاییش 45 کیلومتر در ساعته و مخصوص تردد شهریه، مخصوصاً تو خیابون‌های تنگ اروپا. جالب اینجاست که حتی برای رانندگی باهاش گواهینامه کامل لازم نیست. تو بعضی کشورها نوجوان 14 ساله هم میتونه سوارش بشه. شارژ کاملش 3 ساعت طول میکشه و هزینه نگهداریش خیلی کمه. طراحی مربعی و جمع و جورش باعث شده لقب کوچولوی اقتصادی اروپا رو بگیره. شماره 9 The American Dream. بزرگترین لیموزین دنیا به طول باور نکردنی 30 متر. این غول فولادی 26 چرخ داره و داخلش مثل یه هتل لوکس روی چرخ است. از جاکوزی و تخت خواب گرفته تا پیست فرود هلیکوپتر. طراحی اصلیش برای نمایش در دهه 90 بود، اما بعد از بازسازی در سال 2022 دوباره به شهرت رسید. موتور 2 قلوی V8 قدرت کافی رو فراهم میکنن تا این لیموزین عظیم‌الجثه بتونه حرکت کنه. این ماشین بیشتر از این که برای رانندگی باشه، یه نمایش از رویای آمریکاییه. نهایت تجمل و زیاده روی. شماره 8 لیموجت. لیموجت ترکیبی فوق‌العاده از یه جت خصوصی و یه لیموزینه. ظاهرش دقیقاً شبیه یه هواپیماست، ولی 4 چرخ داره و روی زمین حرکت میکنه، چیزی که باعث شده نگاه هر کسی رو به خودش جذب کنه. داخل کابین هم مثل یه مهمونی لوکس طراحی شده. نورپردازی LED و صندلی‌های چرمی باعث میشن وقتی سوارش میشی حس کنی توی یه سالن VIP حرکت میکنی. قدرتش از موتور قدرتمند شورلت V8 میاد و صدای خروجی موتور مثل یه جت واقعی حس هیجان و قدرت بهت میده. دماغه هواپیما هنوز حفظ شده تا وقتی بهش نگاه میکنی حس پرواز و آزادی رو منتقل کنه، حتی اگر واقعا روی زمین حرکت میکنه. شماره 7 لانسیا استراتوس زیرو. اگه بهت بگم یه ماشین وجود داره که از زانو هم کوتاه‌تره، باورت میشه؟ ارتفاعش فقط 84 سانتی متره، یعنی تقریبا تا کمر یه آدم معمولی هم نمیرسه. این شاهکار طراحی تو سال 1970 توسط مارچلو گاندینی ساخته شد، همون کسی که لامبورگینی کانتاش و میورو رو طراحی کرده بود. وقتی نگاش میکنی حس میکنی یه سفینه علمی تخیلی روی زمین نشسته. برای سوار شدن باید از جلو وارد بشی. شیشه جلو بالا میره و کابین مثل خلبان هواپیماست. فرمان نزدیک زمین قرار گرفته و دید راننده فقط یه نوار باریک روبروست. با وجود ظاهر عجیبش، موتور V4 وسطچین حدود 115 اسب بخار قدرت تولید میکنه. برای وزن کمتر از 900 کیلوگرم کافیه تا حس سرعت و هیجان منتقل بشه. شماره 6 رنو ترزور. رنو ترزور یکی از عاشقانه ترین خودروهای مفهومی دنیاست. طراحی بدنش یه تیکه است و سقفش به سمت بالا باز میشه، انگار ماشین نفس میکشه. رنگ نقره‌ای، آینه‌ای و جلو پنجره شبکه‌ای نور محیط رو منعکس میکنه و حس مدرن و لوکس بهت میده. داخلش با چرم قرمز و نمایشگر OLED طراحی شده و حس رانندگی مثل تجربه یه سوپر ماشین مسابقه‌ایه، ولی با آرامش و لطافت یه خودروی مفهومی. موتور الکتریکی 350 اسب بخاری هم شتاب 0 تا 100 رو زیر 4 ثانیه میکنه. رنو ترزور فقط یه ماشین نیست، ترکیبی از هنر، عشق و فناوری. هر جزئیاتش دقیقاً با دست مهندسان و طراحان تنظیم شده. شماره 5
BMW زینا. BMW زینا یکی از عجیب‌ترین و نوآورانه ترین خودروهای مفهومی دنیاست. چیزی که باعث میشه زینا خاص باشه بدنه پارچه‌ای و انعطاف پذیرشه، یعنی فلز نداره و میتونه مثل پوست زنده حرکت کنه. وقتی چراغ‌ها روشن میشن شکل ماشین تغییر میکنه و خطوطش به طرز جادویی باز و بسته میشن. این طراحی نه تنها زیباه بلکه مفهوم ماشینی که نفس میکشه رو نشون میده و ثابت میکنه خودرو میتونه یه اثر هنری زنده باشه، نه فقط وسیله حمل و نقل. کابین داخلی با صندلی‌های چرمی و نورپردازی ظریف حس لوکس و مدرنی به راننده منتقل میکنه. زینا فقط یه نمونه ساخته شده ولی تاثیر زیادی روی طراحی آینده BMW داشته. شماره 4 مرسدس ویژن آواتار. مرسدس بنز آواتار الهام گرفته از دنیای فیلم آواتاره، جایی که ماشین و انسان مثل یه موجود زنده با هم یکی میشن. این خودرو فرمان نداره، فقط با حرکت دست و ضربان قلب راننده کنترل میشه. طراحا میخواستند ارتباط احساسی بین راننده و ماشین بسازند، نه فقط یه رابطه فنی. روی بخش پشتی بدنه 33 صفحه متحرک وجود داره که مثل فلزهای زنده حرکت میکنن و با محیط اطراف هماهنگ میشن. این بخش ها برای ارتباط با هوا و حتی نشان دادن احساس خودرو طراحی شدن. درون کابین از مواد بازیافتی و چوب طبیعی استفاده شده تا حس همزیستی با طبیعت حفظ بشه، دقیقاً مثل دنیای آواتار. موتورهای جداگانه در هر چرخ در مجموع حدود 470 اسب بخار تولید قدرت میکنن. شماره 3 بلادهاوند LSR یه ماشین نیست، یه موشک روی چرخ هاست. هدفش فقط یه چیزه، شکستن رکورد سرعت روی زمین. این غول انگلیسی طراحی شده تا به سرعتی بالاتر از 1600 کیلومتر بر ساعت برسه، یعنی بیشتر از سرعت صوت. درونش یه موتور جت یورو ایجی 200 نصب شده، همون موتوری که در جنگنده تایفون استفاده میشه. و تازه این فقط یه بخش ماجراست، چون قراره یه موتور راکت هیبریدی هم کنارش قرار بگیره تا نیروی رانش رو به اوج برسونه. در مجموع بیش از 135,000 اسب بخار قدرت تولید میکنه، عددی که حتی تصورش هم سخته. بدنه از ترکیب فیبر کربن و تیتانیوم ساخته شده تا در برابر فشار شدید هوا در سرعت مافوق صوت دووم بیاره. شماره 2 آیروموبیل 2.5 یکی از اولین ماشین‌های واقعاً پرنده دنیاست. ظاهرش شبیه به خودروی اسپورت 2 نفر است، ولی بالهاش باز میشن و تو کمتر از 3 دقیقه به یه هواپیمای کامل تبدیل میشه. بدنه از فیبر کربن سبک ساخته شده تا هم روی جاده و هم در هوا عملکرد عالی داشته باشه. سرعتش روی زمین حدود 160 کیلومتر در ساعت و در حالت پرواز میتونه تا 300 کیلومتر بر ساعت بره. قلب تپنده این ماشین یه موتور سبک وزن روتاکس هست، همون موتوری که در خیلی از هواپیماهای ورزشی و فوق سبک استفاده میشه. آیروموبیل روی بنزین معمولی کار میکنه و با یه باک سوخت تا 700 کیلومتر پرواز میکنه. نکته جالب اینجاست که برخلاف ظاهرش برای برخاستن فقط به یه باند صاف حدود 200 متر نیاز داره. شماره 1 رین اسپید اسکوبا یه خودروی واقعی که میتونه هم روی زمین برونی، هم روی آب شناور بمونه و هم تا عمق 10 متری زیر آب بره. ایده ساختش از فیلم معروف جیمز باند گرفته شده، ولی این فقط یه مدل مفهومی سینمایی نیست، واقعا ساخته شده و کار میکنه. نیروی حرکتی ماشین از 3 موتور الکتریکی تامین میشه، یکی برای چرخهای جلو روی خشکی و 2 تای دیگه برای پروانه های عقب که زیر آب فعال میشن. وقتی وارد آب میشی چرخ‌ها غیر فعال میشن و ماشین مثل یه زیردریایی الکتریکی شروع به حرکت میکنه. کابین ضد آبه و سیستم تنفس مخصوص راننده طراحی شده تا بتونه با ماسک اکسیژن زیر آب نفس بکشه.
کل ساختار ماشین از فیبر کربن و مواد سبک ساخته شده.